سلام، من اسلام حقیقتم و اینجا ولتینوه. امروز میخوایم ببینیم که ماژول رله چطوری کار میکنه یا چطوری باید راش بندازیم و آموزش کاملش توی این ویدیوه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا همه چی رو کامل و دقیق یاد بگیری. این یه دونه ماژول رله است که 3 تا ورودی داره، 3 تا خروجی. حالا این ورودی و خروجی ها چی هن؟ ورودیان یکیش نوشته VCC، یکیش نوشته GND و یکیش هم نوشته این یا همون اینپوت ورودی. به VCC باید 5 ولت بدیم یا مثبت باتری. GND باید به منفی باتری وصل بشه و این هم همون اینپوت ورودی ما هست. وقتی ما به اینجا 5 ولت بدیم یا 1 منطقی بدیم، رله برای ما وصل میشه. حالا خروجیاش 3 تا خروجی داره. یکیش پایه کامه یعنی پایه مشترک، یکیش پایه نورمالی اوپن و یکیش هم نورمالی کلوز. پایه کام که همون گفتم میشه مشترک، پایه مشترک بین نورمال کلوز و نورمالی اوپن. یعنی با هر بار ولتاژ دادن به اینپوت، پایه کام یا وصل میشه به نورمالی اوپن یا وصل میشه به نورمالی کلوز. حالا نورمالی اوپن تو حالت عادی همیشه پایه کام به نورمالی اوپن وصله که اینجا هم میتونید ببینید عکسشو کشیده که اینطوری وصل شده به پایه نورمالی اوپن. و وقتی ما به دو سر سلف رله ولتاژ بدیم، پایه کام از نورمالی اوپن پلاتینش میپره روی نورمالی کلوز. و اگه خوشت اومده لایک و ساب و کامنت یادت نره که با این کار از من داری حمایت میکنی و اگر حمایت کنی من انگیزه میگیرم و باعث میشه که ویدیوهای بیشتری تولید کنم. و اینکه دمت گرم، مرسی، تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.